اومد. هی مارکوس، چطوری رفیق؟ داشتم با مدیر پیسی کارا صحبت میکردم که بری توی بخش فروش لپتاپشون استخدام بشی. به نظرم دیگه وقتش از بیکاری در بیایید، چون بیکاری باعث میشه کارهای عجیب و غریب بکنی. رابرت، نام نام نه مارکوس، من به موز حساسیت دارم. میشه از جلو صورتم بکشیش کنار؟ دا شاخچه پیوله. مارکوس من که چیزی نگفتم. بگو ببخشید. خب باشه ببخشید. حالا فکر نمی‌کردم انقدر زود آشتی کنی. میشه نذاریش رو صورت؟ باشه مارکوس، هر کاری میخوای بکن. شاش دارم، زیشم ریخت. میشه که این موضوع از رو صورتم ورداره؟ نمیتونم تکون بخورم. کجا داری میری مارکوس؟ رابرت، کمک. میشه لطفاً بیای پایین؟ خودت رفتی بالا، چجوری نمیتونی بیای پایین مارکوس؟ میشه لطفاً با اون دسته جارو کمکش کنی بیاد پایین؟ مراقب جتم باش. نه ترس مارکوس، اینجا کسی با جوتت کاری نداره. آروم آروم بیا پایین. رابرت کمک، جتم پیشته. اون که اصلا داغ نیست. دیگه واقعا نمیتونم تحمل کنم مارکوس، کارات واقعا خطرناکن، ممکنه یه آسیبی ببینی. یه چیزی بگم. جانم چی میخوای بهم بگی مارکوس؟ چی میخوای بهم بگی؟ هر چی میخوای بگی بگو. خیلی دوست دارم رابرت، خیلی. منم دوست دارم مارکوس، ولی لطف کن دیگه کارهای خطرناک نکن واقعا. آخی من